با این سوال جواب گردانید. مویهای سرم سفید شده است، من خینه یا کرسکه کنم همین جایز است یا نه؟ من جوان هستم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الیهود و النصارى لا یسبغون فخالفوهم. متفق علیه. حدیث متفق علیه هست که پیغمبر خدا گفتن یهودی ها و نصرانی ها ریش ها و موی های خود رنگ نمی کنند، شما ای امتی من موی ها و ریش هاتان رنگ کنید گفتند. خب میگذاریم حدیث دیگر. وقتی که ابوبکر صدیق فتح مکه شد، مکه را وقتی که پیغمبر با مجاهدهای خود وقتی که آمد و اشغال کرد گرفت، ابوبکر پدر خود ابو قحافه را نزد حبیب خدا آورد. پیغمبر خدا وقتی پدر ابوبکر دیدن، ریش و موی این پدر ابوبکر مثل سقامه بود. میگوید در حدیث سقامه گفته یک درختی که هم میوهش سفید است هم گلش سفید است. و رسول اکرم چی گفتند؟ غیروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. ابوبکر گفتند ریش و موی سفید پدرت را تغییر بده، رنگ کن، لیکن از رنگ سیاه اجتناب کن، رنگ سیاه نکن. خینه ببند، رنگ سرخ کن، رنگ زرد بکن، پیغمبر گفتند در حدیثا، لیکن رنگ سیاه نکنید. از رنگ سیاه پیغمبر خدا من کردن. در مسئله میگوید اگر مجاهدهایی که مثال جنگ میکنن، اونها اگر موی سرشون سیاه کنن برای اونها اجازت است، دیگر برای غیر اونها به هیچ کس درست نیست که موی سرش سیاه کنند. ما و شما ندیدیم، اگر ما و شما خارج سفر کنیم، در خارج میبینیم که موی ها و ریش های مردم خینه بسته شده، سرخ هستند، زرد میکنند، سرخ میکنند، لیکن سیاه نمیکنند. خینه بستن، هینه بستن، چی در پای هامان، چی در ریش هامان، چی در موی سرمان، این سنت پیغمبر است. و سرمه کشیدن هم در چشم ها، این سنت پیغمبر است. اینا را افسوس که در ما و شما، یعنی از زمانهایی که ما و شما نشنیدیم و این حدیث ها شاید که به پیشواهای ما و شما نرسیده بود که در بین ما و شما اعلانش کردن، مردم ما و شما از این سنت محروم مانده است. یعنی خینه کردن موی سر، ریش، اینها را جایز است. یا رنگ زرد کردنش هم پیغمبر اجازت دادن، لیکن از رنگ سیاه گفتن اجتناب کنید، سیاه نکنید.